أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت مسائل توحید که است، ما و شما توحید خواندیم که توحید در عبادات قلبی چند قسم است. یکی از اقسام توحید در عبادات قلبی تعظیم شعائر الله است. تعظیم شعائر الله چی معنی؟ جزاک الله خیر. تعظیم شعائر الله به این معنی که انسان مسلمان وقتی کلمه را خوانده و یک انسان متعهد است، بناءً به آنچه که در معتقدات انسان داخل است مربوط به شعائر الله میشه، این انسان مسلمان باید دو چی باشه؟ در او مسائل شعائر الله باید انسان مسلمان بسیار ایره ادب و احترام بکنه. مثلا ما شما در مسجد هستیم، اگر کسی تعظیم قرآن عظیم الشان نمیکنه یا مثلا تعظیم درس قرآن نمیکنه، یک انسان موحد نیست. بس انسان موحد و یک تاپرست کسی است که به هر شعیره، هر امری که الله کرده، به نماز احترام داشته باشه، به روزه، به حجاب، به ریش، به تمامی آنچه که مربوط دین الله می باشه برای عظمت قائل شود. اگر و مهمترین از اینا مسائل اعتقادی هست. ما و شما به اساس همین عقیده توحید مکلفیت داریم که به الله ادب و احترام مراعات بکنیم. پس ما و شما تعظیم میکنیم به آنچه که الله متعال. این ما و شما با قرآن بسیار عظمت قائل هستیم. قرآن عظیم الشان میگیم، قرآن عظیم الشان. با الله ما و شما بسیار ادب میکنیم. چرا؟ توحید در تعظیم و این از عبادت های قلبی است که قلباً مؤمنایست یک مسلمان مکلفیت دارم به الله بسیار ادب با الله مراعات کنم. بنان وقتی که نام الله را میگیریم، الله سبحانه و تعالی میگیم، جل جلاله میگیم. حتی بیادبی نمیکنیم که نام الله را به تنهایی بگیریم بگیم الله الله الله. این یک نوع بیادبی است به نام الله. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ ذکرش تنها الله نگفته؟ سبحان الله گفته، والحمد لله گفته، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گفته، لا اله الا الله گفته، وحده لا شریک له. پس اینی اذکار است که از رسول الله هم با بسیار ادب آمده است. ادب با الله، ادب با ملائکه، ادب با پیغمبرا. ادب با پیغمبرا چیست که در شأن پیغمبرا افراط و تفریط نمی کنیم. بسیار ادب به همراه تمام از اونا، لا نفرق بین احد من رسله. ادب با قبر، ادب با قیامت، ادب با قبری است که تا در سر قبر نمیشینیم. در قبرها مثلا افراط و تفریط نمی کنیم. نه تو میکنیم که بعضی کسا واره صفات الله را به صاحب قبر بدیم، یا بعضی کسای دیگه واره که با سر قبر بالا شود، سر قبر بفروشه و دول بزنه و غرغرانک هست و میله هست و مای جلبی را در سر قبرستان بخوره. اردویش افراط و تفریط غلط است. انال توحید در شعائر الله که مربوط میشه به عقیده توحید در عبادات قلبی. ما و شما عقیده توحید داریم در عبادات که مربوط به الوهیت میشه. بازی تقسیم میشه توحید در عبادات قلبی که یکی از بخش های از عبادات قلبی چی است؟ تعظیم شعائر الله است. انال برعکس ازی الله متعال میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که تعظیم میکنه به شعائر الله
شاعر جمع شعیره هست و شعیره هر چیزی که الله متعال او را بر ما و شما ما را مکلف ساخته و به او امر کرده و آنچه که در قرآن آمده و گفته که در مقابل ازی باید اینی قسم عقیده داشته باشی، در سنت آمده که اینی قسم عقیده داشته باشی. این حاله اگر کسی بی‌ادبی میکنه، مثلا سوال میکنه که بی‌ادبی میکنه در مقابل قرآن، ما و شما ادب ما چی است؟ در مقابل الله با ادب هستیم، در مقابل پیامبرا با ادب هستیم. الله را میگیم الله سبحانه و تعالی، پیغمبر را میگیم وقتی که میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فورا میگیم. در قسمت صحابه با ادب هستیم، وقتی که نام یک صحابی گرفته میشه فورا میگیم چی؟ رضی الله عنه. وقتی در قسمت تابعین با ادب هستیم میگیم رحمهم الله. در مورد علمای اسلام، بزرگای اسلام، فقهای اسلام ادب مراعات میکنیم، میگیم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام فلانی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، حسن شیبانی رحمت الله علیه. در مقابل کل علما چی میکنیم؟ ادب و احترام مراعات میکنیم. اینال اگر کسی سوال میشه که ادب در مقابل معتقدات مراعات نکرد، حکم از اینا چی هست؟ این آیتی که امروز ما و شما میخوانیم در شأن نزول از این میگه. امام طبری رضی الله عنه روایت میکنه، میگه که شخصی از منافقا رسول الله صلی الله علیه و از یک غزوه آمده بودن. امام طبری میگه که یک تن از منافقا به عوف ابن مالک یک صحابی مبارک بود رضی الله عنه، گفت که قاریه قرآن میبینی اونجا مثلا این شخص رسول الله صلی الله علیه و شیشته صحابه شیشتن، اینا وقتی که از غزوه یا از جایی که میمدن در جایی که میماندن قرآن میگرفتن، قرآن تلاوت میکردن. او که از حفظ یاد داشت، از حفظ اگر پیش روش بود فقط تلاوت قرآن میکردن. یک کسی آمد صحابه اونجا شیشته، رسول الله صلی الله علیه و شیشته، ابوبکر شیشته، عمر شیشته، اینا کلشان صحابه مهاجرین انصار اونجا شیشتن. یک دفعه این شخص میگه که این قاری‌ها رو میبینی؟ از یارم میگه میبینی این قاری‌هایی که قرآن قرائت میکنن؟ قاری اون وقت هر کسی که قرآن تلاوت میکنه مره قرائت کننده یا قاری میگفتن. میگه فیا از ما کدن افسانی هستن، شکمهایشان بسیار کلان است، زبانهای دروغگو دارن، در میدان جنگ از هم کده ترسنده هستن. این است که قرآن شریف میخوانن، این است که شکمهای کته کته دارن، در جنگ هم ترسوتر از هم هستن. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وقتی که صدای از این شخص میشنوه، برش میگه که تو منافق هستی، تو دروغگوی هستی، تو توهین صحابه رو میکنی، استهزاء و رشخند سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و سر اصحابش میزنی. همینجا است که عبدالرحمن ابن عوف میگه که من میرم و به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی که این سخن را به رسول الله میرسن. عوف رضی الله عنه میگه به نزد رسول الله میره تا او رو خبر بکنه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چی میگه؟ میگه پیش از اینکه اینا بیاین وقت جبریل امیر رسید. هنوز صحابه نامدن و به رسول الله صلی الله علیه و موضوع را نگفتن که اینی شخص منافقی گپ میزنه. میگه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که ما به طرف از این منافق دیدم وقت رسول الله صلی الله علیه و خواست بیا اینجا. گفت چی گپ است؟ آیت قرآن برش خواند. امی آیت قرآن خواند. و عبدالله ابن عمر میگه من همین منافق دیدم که در سر شتر رسول الله صلی الله علیه و سوار بود و ایدمی کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود آویزان کرده بود. متوجه هستین؟ از اینجا میگه این صدا میکرد که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، ما خو مذاق میکردیم، ما خو ساتیری میکردیم، ما خو مثلا خوشطبعی میکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال امی کسایی را میگه کی کافر میشه؟ کسایی که تمسخر میکنن، مذاق میکنن. بعضی کسا رو ببین سر خالق متعال فکایی جور کردن، بعضی کسا فکایی سر ملائکه جور کردن. میگه در ملائکه، در آسمان یک ملائکه است، در دستش دول است و باز هر وقتی که یک مولوی چی کنه خیرات کنه بازی دول میزنن. سر ازی فکایی جور کردن، سر پیغمبر فکایی جور میکنن، سر صحابه رشخندی میکنن، توهین و تحقیر میکنن. الله متعال میگه که اینا قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. امی آیت قرآن
حکم کسایی را میگه که اینا زیاد در فیسبوک ها فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، سر صحابه فکایی میگن، سر علمای دین فکایی میگن، سر لنگی فکایی میگن، سر مسجد فکایی میگن، سر ملا فکایی میگن. کسایی که کتاب ملا نصرالدین چاپ میکنه، باز عکس مولوی را جور میکنه، ریشدار است، بازور عکسایش نشر میکنه. کسایی که این فکایی ها را میگن، حکم از اینا چی است؟ میگه قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان به خاطر توهینتان، بی‌ادبیتان، به اخلاقیتان به الله و به رسولش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال میگه که این کسایی که این منافق هستن، کافر هستن، بیدین هستن، وقتی که ولا ان سألتهم، و وقتی که شما از اونا سوال بکنین، پرسان بکنین، لا یقولون، حتما امی گپ بر شما میگه که انما كنا نخوض و نلعب، ما خود چی میکردیم؟ نخوض و شوخی میکردیم، و نلعب و ساتیری میکردیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به این کسانی که زبانشان باز است بسیار فکایی میگن و حتی سر مقدسات و معتقدات، سر الله، رسولش، ملائکیش، سر پیغمبرایش، سر علما، سر فقهای اسلام، سر مثلا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر ابوبکر صدیق، سر عمر فاروق، سر از اینا توهین میکنن، تحقیر میکنن. از ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و تحقیر میکنن. بر کل از اینا بگو قل ابالله، بگو برشان آیا به الله و آیاته و آیات الله و رسوله و رسول الله کنتم تستهزئون، سر از اینا شما استهزا میکردین، ریشخندی میکردین، فکایی گویی میکردین. لا تعتذروا، اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم سر از شطور این نفر صدا میکرد که انما كنا نخوض و نلعب، و رسول الله صلی الله علیه و سر شطور میگفت که ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، به الله رشخندی میکنی، به آیات الله رشخند میکنی، به قرآن رشخندی میکنی، به لای سنت رسول الله صلی الله علیه و مسخرگی رشخندی میکنی، سر صحیح بخاری و صحیح مسلم رشخندی میکنی، سر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یارای رسول الله صلی الله علیه و سر از اینا مسخرگی میکنی. ابالله و آیاته و رسولی، سر پیغمبر الله کنتم تستهزئون رشخندی میکنین. اینا چی هستن؟ الله متعال میگه که رسول الله صلی الله علیه و بالا امر الله آمده بود که بگو برشان که لا تعتذروا، هیچ عذر پیش نکنین، قد کفرتم، یقینا که شما کافر شدید، بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان. ان نعفو عن طائفه منکم، اگر ما عفو کنیم از یک طایفه از شما، نعذب، عذاب میکنیم، حتما طایفه دیگر را، بانهم كانوا مجرمین، به خاطر از اینکه اینا مجرم هستند، کافر هستند، منافق هستند، بیادب هستند، بد اخلاق هستند، ما اینا را عذاب میکنیم. و این که شما سعی کنین، بعضی کسا میگه که اگر مسلمان شدی یک مرتبه کلمه را خواندی باز تو کافر نمیشی، هر کاری که میگه کردی، شرک آوردی، قبر پرستی کردی، انسان پرستی کردی، مذاق گفتی، فکایی گفتی. بعضی از علمایی که قرآن نمیفهمن به نام عالم لباس علما رو دزدی کردن، بازی برشان میگه که یک دفعه کلمه را خواندی خلاص هستی. امی آیت قرآن چه میگه؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از چی؟ بعد از ایمانتان. یعنی تو مسلمان بودی، کلمه خوانده بودی، لا اله الا الله، در صفقت مسلمان ها بودی، لکن با وجود ازی به خاطر این بی‌ادبیت، ولو که خود بین الصحابه زدی، تو کافر شدی بعد از مسلمان شدی، بعد از ایمانت. این در جمله نواقض ایمان میگیره. ده تا نواقض ایمان است. یکی از نواقض ایمان چی معنی؟ یعنی چیزایی که ایمان انسان هم مشکنانه. این چیزایی که ایمان هم مشکنانه، یکی از شکننده ها، مثلا ما و شما یاد داریم، برای ما گفته میشه که مثلا ما یک وقت میخواندیم در مدرسه که شکننده های وضو، شکننده های غسل، اما برای ما گفته نشد که شکننده های ایمان چی هست. ایمان هم شکننده ها داره. وقتی یک نفر وضو داشته باشه، بعد از وضو میره کار را میکنه که وضوی زیر مشکنانه، اینمی قسم باید از سر وضو بگیره، اینمی قسم بعضی شکننده هاست. علما میگه که 10 تا نواقض ایمان است که مجرد که اگر از این 10 تا یک تایش در وجود تو پیدا شد، ایمان تو را شکستان، تو را از دایره ایمان خارج کرد. و یکی از این نواقض ایمان دگاهش هم در خلال آیات ما و شما انشاءالله آیسته آیسته میاد. یکی از نواقض ایمان که ما و شما قبلا خواندیم که او تولا هست با کافرها، که کسایی که مثلا موالات و دوستی و محبت با دشمنای الله میکنن. دیگه از نواقض ایمان یکی شکال ذکر کرد، این از نواقض ایمان است که او چی هست؟ که یک نفر در مقابل آنچه که در قرآن آمده، آنچه را که الله و رسولش گفته بر ازی ادب بکنین، در مقابل ازی بی ادبی میکنن. این الله متعال گفت که
قد کفرتم بعد ایمانکم، یقینا که شما کافر شدین بعد از ایمانتان، بعد از ایمانتان کافر شدین. ان نعفو، اگر ما عفو کنیم، ان طائفه منکم، از یک طایفه از شما، نعذب، ما حتما عذاب میکنیم، طایفه دیگری را، بانهم کانوا مجرمین، ما اگر بعضی کسایی را در بعضی اشتباهات و غلطی های عادی معاف میکنیم، اما در عقیده معاف نمیکنه الله. اگر مثلا یک نفر زنا کرد، توبه کرد، شراب خورد، توبه کرد، اشتباهات کرد، گناه صغیره کرد، کبیره کرد، لکن بازی خود نمیشه که تو باز بیایی مثلا مسلمان هم هستی، دیندار هم هستی، بعد از این الله متعال میگه وقتی اگر با اینمی مذاقت، با اینمی فکایی های که در فیسبوک های نشر است، با اینمی بموری، در روز آخرت ابدا کسی معاف نمیشه. اما برش فرصت است در دنیا که اگر کسی می کار کرده توبه بکنه، استغفار بکنه. کسی کتاب الله نصرالدین نوشته کرده کافر است. یک کسی دیگه به نام فیلم اسامه جور کرده، من وقتی گفتم تو باشی فیلم اسامه رو جور کرده، درباره چی است؟ حالا سائل میکنم، سر ملا رشخند زده، سر غسل اسلامی رشخند زدن، سر شعائر دینی رشخند زده، سر کل چیزا رشخند زده. همین کسی که می فیلم داستانش هم نوشته کرده کافر است. کسی که مثلا ایره نشرام کرده کافر است. اما ریش صفحه دیگه در نقش ملا هم میجا نقش بازی کرده و توهین و تحقیر به مقدسات کرده. یک دانه بیلر هوا میمونه، باز بین از بیلر هوا چی میکنه؟ باز میگه غسل کنین بچه‌ها. چه قسم غسل کنین؟ بشینین بین بیلر. غسل اسلامی همین قسمی است که بیلر از او پر که باز بین بیلر خدا چیز که باز بق 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 برای این حسابی غسل هستن. توهین تحقیر به مقدسات، این کلشون کافر میشه. قد کفرتم بعد ایمانکم، اینمی حکم از این مردم است. از این خاطر الله متعال میگه المنافقون، حالا بعضی وقتی که سر از اینا صحبت بکنی و برشان بگی که اینی منافقت است، اینی کفر است، اینی خروج از دین است، بازی‌ها چی میکنن؟ باز بعضیشان با بعضی دیگه دوستی میکنن. زنا میخیزه به نام ما زنای هستیم که از حقوق انسان دفاع میکنیم، مردا میخیزه ما از حقوق انسان دفاع میکنیم، میخیزن از یک کافر دفاع میکنن. و کسی که از این کافر مرتدی که به این شکل توهین و تحقیر میکنن از این دفاع میکنن، الله متعال این هم در کفرش به خاطر که تایید کفر است. بعضی کساس باز میگه خیر است که این شعر گفته، خیر است که کفرگویی را کرده، دلش از آزادی بیان است. آزادی بیان نیست، آزادی بیان خود را کافر میسازه. آزادی بیان خود در معتقدات نیست که تو در مسائل اعتقادی بخیزی به نام آزادی بیان بخیزی هر چیزی که از دست آمد. الله متعال میگه شما بشناسین المنافقون، مردهای منافق، والمنافقات و زنهای منافق، بعضهم من بعض، بعضی ازشان از بعضی دیگر هستن، کل از یاد دوست هستند. او زن منافق میخیز از این مرد منافق دفاع میکنه، این مرد منافق میخیز از این زن منافقه که توهین و تحقیر به مقدسات میکنه، باز از این دفاع میکنه. اینا چی وظیفهشان است؟ زنها و مردای منافق یأمرون بالمنکر، عادتشان است که همیشه مردم به منکرات، به زشتی‌ها، به توهین کتاب، به توهین سنت، به توهین علمای اسلام، به توحید قرآن، به توحید به توهین به مقدسات یا چی میکنن؟ امر میکنن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، و مردم نهی میکنن عن المعروف و یقبضون ایدیهم، چی میکنن؟ اینا باز دستایشان هم گرفتن دیگه. وقتی که در مسائل دین شوه باز خوب بخیل هستن. والا سبی یک مسئله از دیگه ما نمیتونیم در این مسئله. او برادر توهین الله را کرده، توهین رسول الله را کرده. همین بسیاری کسا را سائل کنی، حتی به سطح استادای پانتون بسیاریشان سائل کنی، بعض استادان ما خود ما دیدیم، تو گزارش نوشته کردیم، خود استاد از خسته مثلا شعر نوشته میکنه، در شعرش به صدها کلمه کفر است، کتاب است به نام کفر، اینمی مرتد است. دیگه شب ببینیم مثلا میگه اشتباهات اسلام، باز میخیزه 6 تا 7 تا اشتباهات و بازی رو میخیزه در صنف تاریخ در درس میده که این صاحب اشتباهات اسلامه و چپترش هم نشر شدگی است. همین انسان چی است؟ همین مرتد است. باز یک تعداد دیگه میخیزن از همین مرتد، از همین کافر، باز میخیزه دفاع میکنن که خیر سی دلش است، خود شاعر است، شاعر شعر گفته و چی است. همین تو که از کافر دفاع میکنی خودت هم نمی حکم ازی داخل میشی. یک نفر استهزاء و توهین میکنه، تو بازو رو لایک میکنی. استهزاء و توهین با مقدسات میکنه، بازی میخواد اون میگه آزادی بیان است. اصلا این قسمی آزادی بیان در اسلام نیست. این بی تربیگی بیان است، این بد اخلاقی بیان است، این کفر بیان است. باید بفهمیم آزادی بیان خیلی است که مثلا تو سر من انتقاد داری، مرا میخیزی میگی استاد ولی این آیت بسیاری وقتا مثلا بعضی برادرها هستن حافظای قرآن هستن، الله برشان اجر بده، یگان زیر زبر کلمه از پیش من میمونه، بعضی اوقات یا چشمم کار نمیکنه یا که مثلا اما آیت درست حفظ ندارم از پیشم، برام میگم خلاص صحیح بیان است. اگه سر من کس انتقاد میکنه میگم بسیار خوب است، سر من انتقاد بکن، اما تو بخی سر الله توهین کو، سر پیغمبر توهین کو، سر دوزخ توهین بکن، سر از شعر نوشته کو، یا مثلا بخی در کتابا و چپترایت نوشته کو، این کافر میشه.
و کسی که بازی کافره همون قرار میمانه، این باز این هم در حکم عظمی داخل میشه. صفت از این منافقین چی است؟ یامرون بالمنکر، امر به منکر میکنن. الله میگه امر بالمعروف بکنین یا نهی به منکر میکنن. و ینهون عن المعروف، و مردم نهی میکنن از چی؟ از کارهای نیک. نه ریشته اوسکو بعضی کساس کافر است، منافق است، بیدین است، ریش بانی سر ریش کلکو ریشته. یک منافق شدی باید میگپت. چادر بپوشه دختر، اوسکو چادرته، اوسکو این لباسته، برو این قسم بکو، برو استایل جور کو. اینا میگه عادت منافقه هست. کسی که یک نفر به منکرات تشویق میکنه، یک جوان ریش مانده میخیزد سر ریشش مسخرگی میکنه، چرا تو خدا کردی؟ کلکو ریشته، وسوکی کلاهیته، وسوکی لنگیره، وسوکی دستارته، وسوکی لباس اسلامی ره، وسوکی درسه. اینه پس این حال میگی عادت منافق است. هر کسی که مردم تشویق میکنه به منکرات و نهی میکنه از امور معروف، میگه این منافق است. و یقبضون ایدیهم، باز دستای خود قبض میکنن در وقتی که کدام خیر باشه، نیکی باشه، باز قرار هم تا آرام شیشته در مسجد خوب جنجال میکنن. این قاری نمان که درس قرآن بخونن، الا قاری ها مسجد خراب کردن، الا این کسایی که حلقه درس سگ و چوب زیاد مصرف کردن، باز که بجبوی خیرنال پیسه میتیم، باز سگ شوینه چپ است. یک قرآن هم نمیتن. او خانه خراب، تو خالی نخریدی، از جیبت خریدی. ما رفتیم من از فلانی مردم ها از جای مسلمان ها جمع کردن، باز که نال وقت که اینجا آورد درس شروع کردیم. امیل ما با شما دمی درس چند روپیه مصرف داریم؟ تو رو با خدا شما چند بخیر کرای رای ما ها؟ بغیر از کرای را، بعضی خانش که نزدیک است پیاده می، بعضی جوان ها هست پیاده می، بعضی دیگه کسان موتر خود اگر می کدام پلاو پخته کردیم کدام چیز کردیم باز میخیزه. یا که هستن بعضیا یهود پیسه میدن، برای هر شاگردش $500 میدن. نوش جانتان ها، $500 اگه یارو نته یکی در درس از یا نمیشینه. الله محاسبهشان میکنه، میگه یا منافق هستن، منافق هستن. ها کاش که یهود میامد برای ما $1000 میداد. یهود خود تو رو پیسه میده که تو غلام یهود هستی، تو به نفع یهود کار میکنی. ما کمر یهود شکستاندیم. هر آیت قرآن که بخوانی کمر یهود و نصارا و دشمنای اسلام و غلامایش کلش کمرش میشکنه، باز بر ما میخزه پیسه میده. این چی است؟ الله متعال میگه هیچ خفه نشید. این عادت کی است؟ عادت منافقا هست که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، برعکس که آنچه الله میگه اینا میکنن. و دستایشان هم قبض است. یک قران در مسجد در دین تو را هیچ کمک نمیکنه. نس الله، الله متعال میگه این مردمای منافق که هستن اینا فراموش کردن الله را، فنسیهم، پس الله متعال اینا را فراموش کرد. ان المنافقین هم الفاسقون، یقین داشته باشین این به معنای تحقق تو بسیار متحقق است. تأکد تو بسیار تأکید کردم، شما باید متحقق باشید، یقین داشته باشید که المنافقین، منافقا که هستن، هم الفاسقون. فاسق چی رو گفتیم؟ الفاسق الخارج عن طاعت الله، این منافق هستن. یا خارج هستن از چی؟ از طاعت الله، از حکم قرآن و سنت اینا خارج هستن، منافق است. و عادل آل خیلی جزای منافقین چی است؟ جزایشان چی است؟ میگه خب آلی کسایی که ما صفاتشون گفتیم، اگه این صفات در وجود تو است چیز جزایت؟ الله متعال میگه وعد الله، وعید داده الله متعال المنافقین، مردهای منافق را، والمنافقات و زنان منافق را، والکفار و کافرایی که امرای این منافقا باز به نفذ تبلیغ میکنن. تمام از اینا را چی کردم؟ نار جهنم، آتش جهنم برشان داده است. خالدین فیها، بر همیشه در اینمی آتش دوزخ می باشه. هی حسبهم، ای مسلمان ها اینمی آتش دوزخ بسشان است. ای برشان کفایت میکنه، اترشان میکنه که تکت تکیشان میکنه، در بدرشان میکنه، مثل امی کاغذایی که در تندور برتی اما تو بلکه میشه. اینمی قسم در آتش دوزخ اینا می باشن. هی حسبهم، ای بزشان است. و لعنهم الله، الله متعال برشان ملائکه را وظیفه میده که لعنتشان کنین. لعنت چی مانا؟ باز و کلشان عربی را خوب دیگه میفهمن. باز میگه اللعن الطرد من رحمت الله. شما چی هستین؟ در تفسیر صابونی شما وقتی که بخوانین او را، در علامه صابونی در تفسیر آیات احکام میگه که اللعن الطرد عن رحمت الله. لعن چی است؟ یعنی یک انسان وقتی که میگه لعنهم الله ای طرده عن رحمته، از صفات رحمان و رحیم و تواب و غفور و غفار الله یا محروم هستند. لعنی نمیره. میگه رسول الله صلی الله علیه و اکثر شما بسیارتان در دوزخ میرین. خانم ها جگرخون شدن، گفت نه رسول الله ما نماز میخوایم، روزه میگیریم، چرا اکثریت خانم ها به دوزخ میره؟ گفت شما اگر دو صفت داشته باشین و اکثریت خانم های دو صفت دارن، در دوزخ اینا را میبرن. چی هست؟ یکی گفت که شما تکفرن العشیر،
اما خدمات شوهرتان همیشه ناسپاسی میکنین، همیشه کفران نعمت است. اگر برش 40 دانه پیران هم شوهرش گرفته باشه، همین روزی که قار شد باز برش میگه می در زندگی یک تا پیران بر من نگرفتی. اگه برش 200 قسم غذا آورده باشه، وقتی که روزش شد باز میگه که از پیش تو اصلا خوراک خوب نخوردیم، قربان خانه پدرم، ات پدرم چیزا پخته میکرد، ات کبابا و ات خوردنیا و ات قابلیا بود، از وقتی که خانه تو آمدیم شلغم خورده دل کفک هستم. اینه چی میگن؟ یکفرن العشیر. اینا چی میکنن؟ امی شوهر خدا بسیار، شوهر بیچاره میبینه که خوسه از خاطر از این خانم، به خاطر که خانم از به محبت دارم، الله محبت و مودت در قلب ما انداخته، روزا شده. این من خودم که استاد پوانتون بودم، در وقتی که استاد پوانتون بودم، در زمان استادیم در پوانتون ما چی کردیم؟ حتی برجی کچالو را جوالی واره پشت کردیم. برای زن جوالیگری کردم، برای زن مزدوری کردم، برای زن رفتم مثلا بسیاری مردا رو ببینی بیچاره سر کراچی کار میکنه، یک دفعه ترافیک میاد که میآینه که ترازو دمی کلیش میزنه، دیگر رو ببینی که قمچین میزنه، دیگر رو ببینی که 15 سیره آرد پشت داره، چی میکنی؟ والا باش که برای خانم اینا چی میگن؟ باز این یک علتش است. اما دل شوهر خدا تکت کم میسازه. شوهر میگه که ای کاش با تو هیچ مقابل نمیشدم، کاش که هیچ ازدواج نمیکرد. ببینید چی حال است از برای خدا. فقط امی پرزا گفتن کنایه گفتن، گفت این عادت بدانه اوسو کنین. زنای دیندار که است، از این خاطر علی رضی الله میگه که حسنت الدنیا از زوجت الصالح. حسن دنیا چی است؟ زوجه صالح است. مثل رسول الله صلی الله علیه و زوجه صالحه داده بود که وقتی جبریل پچقش میکنه، خفکش میکنه، خوب متماکن میگیرشه، بالاخره رسول الله صلی الله علیه و میگه اقرا بخوان، باز در آغوش خود میگیرش، باز هم فشار میتش، باز از وقتی که رسول الله بلرزمه، وقتی که پیش بی خدیجه سلام الله علیها که بی خدیجه برش میگه که جگرخون نباش، الله تو را حفظ میکنه، تو بسیار شخص خوب هستی، با اخلاق هستی، با فقرا. این علی رضی الله عنه میگه که حسنت الدنیا از زوجت الصالح. دو عادتشون چی است؟ گفتگاهتان نیست که لعنت زیاد میگی. همین دخترا کارا که میرام سایل کنی که همین جنگ میکنه، این پدر نالت، ای پدر نالت، ای کاکا نالت، ای نالت معناش لعنت است. دشنام از این حفظ بکن. اینا الله متعال میگه که الله اینا را لعنت کرد. چرا این لعنت گفتن بد گپ است؟ به خاطر که وقتی که یک کس را میگه لعنت الله سر تو، یعنی الله تو را کافر بمیرانه، تو از رحمت الله ناامید شوی. حتی علما میگه که برای یک کافر که زنده باشه لعنت نگوی، به مسلمان خو ابدا گفتن نمیتونی. برای کافر که زنده است بگو هدایتش الله بکنه. باز کسی که کفرش صریح هست و با مردار شد با کفر، مثل ابو جهل و فرعون و هامان و شداد، بازی را میتونی که لعنت بگویی. یا ابلیسی که لعنت شده الله را لعنت کرده. اما تو یک انسان یا یک جن که زنده هست برش لعنت نمیگی، بلکه میگه الله هدایت کنه، الله همین کافرها را هدایت کنه، همین منافقا را الله هدایت کنه، همین بیدینا را الله هدایت کنه، همین جنهای خرابی که مردم آزار میدن یارم الله هدایت کنه. همیشه ای است. ولهم و برز این منافقا عذاب مقیم. عذاب چی است؟ عذاب همیشگی است. مقیم یعنی که مثل که اموجا اقامتش است. مثل یگان دفعه یگان جا میری تو را پرسان میکنه، میگه که حاجی هستی یا مقیم هستی؟ تو به حج آمدی یا همینجا اقامت میکنی؟ میگه که نه ما خب به حج آمدیم. آدمی که به حج میره مثلا میگه بعد 40 روز اینجا آمدیم. او کسی که مقیم است چندین سال دیگه اونجا قرار اقامت دادن. الله متعال میگه اون مردم خود مکه و مدینه مقیم شدن. این منافقا در کجا مقیم میباشن؟ خوب هم تو در پاسپورتش مور زدگی است، اقامت دائمی در دوزخ. والا هم عذاب مقیم. این کلمات قرآن بسیار دقیق الله متعال این استعمال کرده. الذین من قبلهم، میگه این منافقا تنها منافقای امروزه نیست که شما واجب باشین، اینا مثل که منافقای سابقه و رسن من قبلکم که قبل از شما هم امی قسم منافقا بودن. کانوا اشد منکم قوة، اینا بسیار از شما که قوی بودن، و اکثر اموالا و بسیار مال داشتن، و اولادا و اولاد داشتن. فاستمتعوا، پس فایده گرفتن، به خلاقهم. خلاق چرا میگن؟ نصیب میگم، یعنی از امو خلاق خود، یعنی از نصیب خود، چیزی که در دنیا برشان نصیب شده بود. فاستمتعتم، و شما هم استمتاع کردین، فایده گرفتین، منفعت گرفتین، لذت بردین، به خلاقکم، به این نصیبتان، بر چیزی که بر شما از اموال و اولاد و از هر چیز داده شدن. کما استمتع الذین من قبلکم، آنچنان چه لذت و فایده گرفتن، لذت بردن، استمتاع کردن، منفعت گرفتن، الذین، کسانی که من قبلکم قبل از شما بودن، به خلاقهم، به نصیبشان، و خودتم، و شما هم
فرو رفتید داخل شدین شما منافقا و مضیتم فی احادیث الاستهزاء و سخریه، شما هم رفتین سخنای استهزاء را گفتین، سخریه را گفتین. خودتم چی معنی؟ یعنی داخل شدن رفتن در سخنای مسخرگی و فکایی و استهزاء و رشخندی. کالذی، همون قسمی که خاد و مثل که اونا در اینمی سخنان مسخرگی سر الله رشخندی کردن، سر پیغمبر مسخرگی کردن، سر قرآن رشخندی و توهین و تحقیر کردن، سر مناسک دینی رشخندی کردن. اولئک حبطت اعمالهم، الله متعال میگه امی کسانی که تمسخر و مسخرگی بالای معتقدات مقدسات میکنن، سر ریش رشخند میزنن، سر مجاهد رشخند میزنن، او را تروریست میگن، سر ریشدار رشخند میزنن، او را افراطی میگن، سر حجاب رشخند میزنن، او را عقب مانده میگن، سر دیندار رشخندی میکنن، او را مرتجع میگن. این کلش کلمات رشخندی و استهزاست. فکرتان باشه وقتی که تو بر یک مسلمان میگی تو تروریست هستی، چی معنی تو تروریست هستی؟ رشخند سرش میزنی، تو بسیار دهشتگرد هستی، تو بسیار افراطیستی. چرا افراطیستی؟ ریش داری. این لنگی کسی خود لباس افراطی است. خب این الله متعال میگه بازی نمی نفر که امیرش خندیا رو میزنه، باز ببینی 5 دقیقه بعد رفته دیگه دعوا یک وضو کرده، باز قرار در جای نماز اساس نماز میخوانند، در مسجد هم در صف اول اساس. الله متعال میگه اینمی کسانی که اینمی کلمات استهزاء رشخندی عقیده توحید بیان کنین، سر رشخند میزنه. میگه تو خو وهابیستی، بگی وهابی چی است؟ میگه کافر هستی. قرآن درس دادم کافر شدی، میگه صحیح بخاری رو درس دادم کافر شدم، میگه الله انا لله و انا الیه. باز این نفر ببینی که سر انسانی که قرآن درس میتونه رشخند میزنه، سر انسانی که جهاد میگن سر زور رشخند میزنه، او رو تروریست میگن، سر انسانی که ریش داره او رو میگه کسی اکستریمیست هستی. مسلمانی که میگه ما میخوایم نظام اسلامی باشه، خلافت اسلامی باشه، او رو میگه این فاندامنتالیست از بنیادگرا هست. این کلش کلمات استهزای کافرها هست که سر مسلمان ها رشخند میزنن. انسان مسلمان که کلمات میگه و باز در صف اول نماز میگه، الله متعال میگه جزای از اینا چیز؟ اولئک، همین طایفه مردمی که با اینمی الفاظ زشت رشخند میزنن سر مسلمانا، حبطت اعمالهم، تمام اعمال از چی میشن؟ نابود میشن. نمازش چلیپا، یک رشخندی سر معتقدات، کل نمازایت از بین رفت، کل روزایت از بین رفت. هندو استرای خدای ناراض. هندو دیگه بسیار تمام روز. یک وقت سال میکنیم چیز خانه ما بودیم طرفای دی افغانان، ما تولد ما در منطقه دی افغانان، نوابات دی افغانان شدن. باز اونجا وقتی که سال میکنه صبحکی وقت اونجا پدرکلان آمده مسجد جوشید. اینجا چی بوده که اینجا خطیب بود پدرکلان مادریم. صبح که سال میکردی که یوندوا دیگه صبحکی پیش از همین پدرکلان منوز آزان نداده بود که یوندوا وقت پایلوچ آمده بود. یوندوا میگذره ضعیف شدن وقت یوندوا همین قسم باز وقتی میآمدن صاحب نمی درم سال خود پایلوچ میآمدن پیالگکای شیر دستشان بود بازی رگرد کله باگوان خود دور میدن مرنگ میکردن. باز از همون شیر در بین جوی مینداختن. بازی جوی از همین قسمت جوی شیر حرکت میکرد این تاپل محمود خانی هم تو در بین پارک زنگار هم تو میرفت. همین جوی که سال میکرد کلش سفید میزد بازی رو میفتن جوی شیر وندوا، شیر بتا. وقت شیر دور میدن باز نمیخوادن شیر شده جوی انداخته میره. مثلا 100 نفر یک گلاس شیر بیاره در جوی پرت این تاپل محمود خان هم تو جوی سفید میداد تو وکیل کابل. اینو جوی شیر میگفتن. همین مسجد هم برام مسجد جوی شیر میگفتن. این حال الله متعال میگه چی است؟ اون دوست داره این چه تو بیچاره مانده از زله، اما الله از پیشش ناراض است. این مردما زامتکش نماز بخوان روزه بگی الله متعال میگه اولئک، همین گروه مردم، حبطت اعمالهم، نابود شد اعمالشان، فی الدنیا، در دنیا، و الاخره، و در آخرت، و اولئک هم الخاسرون. همین مردمایی که رشخندی میکنن، فکایی میگن، فیسبوک هایشان از فکایی پر است، از رشخندی پر است، از مزاح پر است، از ساتیری پر است، حتی سر مقدسات هم رشخندی میکنن. الله میگه همین گروه خاسرون است. بسیار نقصان اعلان کردن. علم یاتهم آیه، نیامد برایشان نبأ الذین، خبر کسانی که کی بودن من قبل از اینا بود. علم یاتهم آیه، نیامد برای از اینا نبأ الذین من قبلهم، سخنان یا خبر. اینجا نبأ چی میگه؟ خبر میگه. خبر کی؟ الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینا بودن، من قوم نوح و عاد و ثمود، از قوم نوح علیه السلام که اینا چه قسم کافر شدن، بیدین شدن، قبر پرست شدن، مرده پرست شدن، بت پرست شدن. و عاد و قوم عاد که اینا هم ای عادیا که بسیار بلند منزلا داشتن، قصرها داشتن، و ثمود و همشان ثمودی ها اینا چه قسم هلاک شدن. و قوم ابراهیم علیه السلام الله چه قسم اینا را هلاک کرد. و اصحاب مدین و همین قسم مردمایی که در منطقه مدین بودن. و المؤتفکات و او قریه‌ای که زیر و زبر شده هست، مراد شهر و روستای قوم لوط علیه السلام است که با زلزله زیر و زبر شده بود. اتت هم آمد به نزدشان
یا اینجا اتت هم باز بی که داخل شده به معنای چی میشه؟ وقتی که اتت که داخل شد بی بازی متعدی میشه با ای، باز ترجمه شکل میشد که آورد. فهمید یعنی آورد برایشان رسول پیغمبرانشان بالبینات دلایل روشن را آورد. فما کان الله لیظلمهم، میگه الله متعال هیچ وقت اینا را بالایشان ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لکن اینا خودشان بالای نفسای خود ظلم کردن. الله به اساس عدالت خود بر از اینا پیغمبر فرستاد، به اساس عدالت خود بر از اینا کتاب فرستاد، به اساس عدالت خود بر از اینا عقل داد، حواس داد، علم داد، دانش داد، ساینس داد، تکنولوژی داد، کل چیزا را الله به اساس عدالت خود داد. لکن اینا چی کردن؟ لکن اینا ظلم کردن، از عقل خود کار نگرفتن. از این خاطر در سوره تبارک الذی بیده الملک ما باز میخوریم در سپاره 29 ان شاء الله تعالی، اگر زنده بودیم الله حیات داد دیگه. چی است؟ باز دی ما شما میخوریم که چی است؟ باز اونا میگه لو كنا نسمع او نعقل، اگر ما گوش میگرفتیم به قرآن و سنت، او نعقل یعنی اقل از عقل خود معقولانه برخورد، میگه ما كنا فی اصحاب سین، ما دوزخی نمی بودیم. الله متعال میگه که الله بالا از اینا ظلم نکرد، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ولکن اونا چی کردن؟ ظلم کردن. حال خی صفات مؤمنان حقیقی کدام صفات است یا الله که ما خود عمو قسم آراسته بسازیم؟ الله متعال میگه والمؤمنون، و مردان مؤمن، والمؤمنات، و خانمها و دختران با ایمان و با عزت و با شخصیت، بعضهم اولیاء و بعضشان اولیاء بعض دیگر هستند. اگر دخترت از دیندار است، اگر خانمت از دیندار است، اگر خواهرت از دیندار است، اگر مادرت از دیندار است، تو را تشویق میکنه به چی؟ به طرف دین. اگر پدر است، مثلا پدر دیندار، برادر دیندار، اولاد دیندار، مادر خدا، خواهر خدا، همسر خدا، کل از اینا را دخترای خدا به چی تشویق میکنه؟ به طرف دینداری. از این خاطر اینا بعضهم اولیاء و بعد گفته الله متعال، بعضیشان اولیاء چی هستن؟ دوستای دیگه هست، یعنی مسلمان ها اولیاء یکی دیگه شان است. چی کار میکنن این اولیاء و دوستان الله؟ یأمرون بالمعروف، امر میکنن بالمعروف، و ینهون عن المنکر، و منع میکنن از چی؟ از منکرات. امر بالمعروف میگن نهی، و یقیمون الصلاة، و دیگه چی میکنن؟ نماز اقامه میکنن، درست میخوانن، به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانن. در یک نماز خود 200 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنن. اینی رو نماز حقیقی میگن. مثل که گفتیم یقیمون الصلاة، در یک نماز خود همون روزگار گفتم بردن کتاب صفت صلات النبی صلی الله علیه و سلم، شیخ ناصرالدین البانی رحمه الله نوشته کرده 200 حدیث رسول الله صلی الله علیه و ذکر میکنه که چه قسم قرائت بگو، چه قسم رکوع بگو، چه قسم سجده بگو، چه قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم. نمیگه بگو. عالما حق نداری گپ بزنه، عالما باید از قرآن و سنت خبر بده. رسول الله صلی قسم رکوع، رسول الله صلی قسم سجده میکرد، رسول الله صلی قسم قعده میکرد. 200 حدیثه. سبحان الله، تو در یک رکعت نماز، دو رکعت نماز میخونی، 200 سنت رسول الله صلی الله تطبیق میکنی. از این خاطر یک عالم دیگه کتاب نوشته کرده که در 1000 سنت رسول الله صلی الله یک مسلمان میتونه در یک شبانه روز انجام بده. ما به این نیت است، ما فکر میکنیم که 1000 نه که 2000. اگه من کتاب نوشته کنم باز نامش میمونم که 2000 سنت رسول الله صلی الله علیه و به خاطر تو تنها 200 در نمازت میتونی چی کنی؟ تطبیق بکنی. این حال ببین که تو مثلا نان میخوری چند سنت است، از خواب میخوری چند سنت است، تشناب میری چند سنت است، کل زیر سبحان الله. این حال الله متعال میگه که یأمرون بالمعروف، امر میکنن به معروف، به نیکی ها، به طرف قرآن، به طرف سنت، به طرف وحدانیت الله، به طرف اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ینهون عن المنکر، و منع میکنن مردم از منکرات. منکر چی است؟ بزرگترین منکر کفر است، بزرگترین منکر شرک است، بزرگترین منکر شرک در ذات الله است، بزرگترین منکر شرک در صفات الله است، بزرگترین منکر شرک در وحدانیت الله است. متوجه هستین؟ و یقیمون الصلاة، و اقامه نماز میکنن، و یؤتون الزکات، و وقتی که غنی باشن، بالاشان زکات فرض شده باشه زکات میتن. و یطیعون الله و رسوله، دیگه صفت بزرگ مؤمنای حقیقی چی است؟ اطاعت از الله میکنن در تطبیق قرآن عظیم شان، و اطاعت از رسول الله میکنن در چی؟ در تطبیق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی المتمسکون بالکتاب و السنه. یطیعون الله و رسوله چی معنی؟ متمسک هستن به دو چیز که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که دو چیز برای شما گذاشتیم، ابدا گمراه نمیشین: کتاب الله که قرآن عظیم شان است، و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته سنت من. این دو چیز اگه شما تمسک کنین، محکم بگیرین. حتی رسول الله میگن قطع دندانایتون محکم بگیرین. شما اگر رخصت کنید، اگر چیز از چا بلند میکنی، یا چیز در چام افتاده باشه، که دست کش میگیری زور نمیرسه، یک سر رسوان که چی میگیری؟ که دندانت میگیری. الله میگه، رسول الله میگه حتی می قرآن و سنت که دندانت محکم بگیری، وش که از پیشت خطا نخوره.
چرا کلگی دشمن قرآن میشه در آخر الزمان، کلگی دشمن سنت میشه. همین دوتا را میخواه که از تو دور بکنه. تو یارو میگه تو که دندانایت محکم بگی، عضوا علیها عد، این عد میگه دندان گرفتن بن نواجز، توسط دندانای نواجز. نواجز این دندانای بغلی که هستن. و یطیعون الله و رسوله اولئک، اینی کسانی که پیروان قرآن و سنت هستند. این چی صفتشان است؟ نتیجهش چی است که ما قرآن و سنت تمسک بکنیم، ولو که به خاطر قرآن و سنت تکه شویم، باید که دندانای خود محکم بگیریم. اگه دندانای ما را بشکنن هم خود محکم بگیریم. میره چرا؟ میگه به خاطر که این نتیجه را بدست بره. چیست نتیجهش؟ اولئک، امی گروه مردمی که متمسک به اطاعت الله و رسولش هستند، به قرآن و سنت هستند، سیرحمهم الله، زود الله سرش رحم خود نازل میکنه دمون لحظه. ان الله، یقینا که الله متعال عزیز غالب است، حکیم بسیار با حکمت است. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، الله متعال میگه وعده داده الله متعال المؤمنین برای مردان و پسرا و جوانای با ایمان، والمؤمنات بالا برای خانمها و دختران با ایمان. چی رو وعده داده الله متعال؟ جنات، باغهایی را که تجری جاری می باشه، من تحت الانهار، از زیر از اونها، زیر قصرها، زیر مثلا درخت های از اینا چی هست؟ الانهار، و جویبارها هست، جویایی که بازگاه آیات میگه که از عسل است، جوی مثلا از آب بسیار لذیذ است، جوی از شراب پاک است. اینمی جوی ها هست، عسل مصفا و چیزهای، همین چیزهای پاک که است. باز میاد آیات قرآن، خالدین فیها، همیشه در اینجا میباشه، و مساکن طیبتا، و مساکن و قصرهای طیبتا، بسیار لکس زیبا. در کجا میباشه؟ فی جنات، در باغهای عدن بالا مرتبه، و رضوان من الله، بر علاوه قصرها، بر علاوه این نعمتها، بر علاوه این باغها و میوه ها. بزرگترین نعمت الله در جنت چی است؟ و رضوان من الله، برشان اعلان میشه که شما کسایی هستین که الله از شما راضی هست. رضایت الله بزرگترین نعمت الله هست. و رضوان من الله اکبر، و رضایت الله بزرگترین، کلانترین، قویترین نعمت الله هست. ذالک، و مردم، و جوانا، و مسلمانا، و دخترا، و پسرا، و خانمای مسلمان، و مردای با ایمان. اصلی کامیابی که میگه فلان نفر کامیاب شد، او را فوز میگه الفائز بجائزت فلان، میگه فلان نفر کامیاب شد. الله متعال میگه جایزه بزرگ، فوز و کامیابی بزرگ چی است؟ اینمی، ذالک هو الفوز العظیم، بزرگترین کامیابی اینمی است که مستحق جنات الله شوی. یا ایها النبی، آل فرضیت جهاد با کفار و منافقان حکمش الله بیان میکنه. یا ایها النبی، ای نبی کریم صلی الله علیه و سلم، جاهد الکفار، جهاد قتالی بکن با امرای کفار، والمنافقین، با منافقا. اینا جهاد قتالی از کجا گفتی؟ پرسان میگن ما خب یگان تا میگه ما خب گفتیم جهاد کت قلم میشه، این میگه کت قلم خب غلظت نمیشه. الله متعال میگه واغلظ علیهم، خوب سختی سرشان بکو، گردنش بزن، دستش قطع کو. خود جهاد مسلحانه میشه. و مأواهم جهنم، و الله متعال میگه جایگاه از کفار، این منافقین، این مشرکین، این مرتدین، این پیروان کفار چی از جهنم است. و بئس المصیر، و بسیار زشت جای است، بد جای است، خطرناک جای است بازگشت از اینا. میگه منافقات دیگه چی صفت دارن؟ صفت خطرناک دیگه منافقات چی است؟ دروغ قسم خوردن است. یحلفون بالله، قسم میخورن به الله که ما قالوا، ما بیادبی نکردیم، ما گپای زشت نگفتیم، ما مسخرگی نکردیم، ما توهین نکردیم. الله متعال میگه ولقد قالوا کلمة الکفر، ولقد، یقینا که اینا گفتن. بعضی علما میگه که لام سر قد داخل شده در فعل ماضی به معنای قسم است، یعنی الله متعال سوگند میخوره که اینا چی کردن؟ گفتن سخنان کفر. و کفروا بعد اسلامهم، و اینمی کسایی که آل قسم میخورن ما مسلمان هستیم، یا اونم منافقا کسایی هستن که قبلا مسلمان بودن، لا اله الا الله میگفتن، محمد رسول الله میگفتن، که مسلمانان میشیشن، لکن به اساس اینمی بیادبی های خود، به اساس محبت با کافرها، به اساس آزادی بیانی که کافرها برشان بیان کرد، بازیا چی خیستن؟ توهین و تحقیر به مقدسات کردن. و قالوا کلمة الکفر
فضله و کفروا بعد اسلام، اینا بعد اسلام خود کافر شدن. و هم و اراده کردن به ما لم ینالوا، به آن چی که به دست نیاوردن. یا دیگه بسیار میخواستن که دیگه حالا ما اگه قدرت بگیریم بازی ما سر کل دنیا حکومت میکنیم. الله متعال میگه که نیمشان در نیم راه، هنوز در چوکی نارسیدگی، هنوز ماش خدا ناگرفتگی مردار شد. و هم به ما لم ینالوا، و اینا اراده کردن به آن چیزی که هنوز به دست نیاوردن. و ما نقموا الا ان اغناهم الله، با وجود از اینکه الله بر از اینا بعضی چیزای خوب هم داد، با وجود از اینا هم اینا چی کردن؟ نقم و عیب جویی کردن. فهمیدین؟ انکار به زبان خود میکنه یا انکار به عقوبت میکنه، ایره نقم میگه. نقم چی میگه؟ که یک نفر از یک چیزی با زبان خود بدگویی میکنه، بد او را میپنداره، یا او را مثلا زشت چی میکنه، عیب جویی میکنه. اینمی عیب جویی ها را میگه چه وقت کردن؟ وقتی کردن که اغناهم الله و رسوله، الله متعال اینا را غنی ساخت، کل نعمت ها را برشان داد، و رسول الله صلی الله علیه و آله برشان حتی از غنایم بر از این منافقا داد. حتی غنایم گرفتن، بسیاریشان مثلا چیزا را گرفتن. اینال من فضله، از فضل احسانش. اینجا باز علما میگن که همین منافقین و کفار بغض رسول الله صلی الله علیه و آله چی کردن؟ چی سبب ازی شد؟ با وجود از اینکه بر از اینا بسیار وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه منوره آمد، خود مدینه زیاد منافقین پیدا شدن. حتی بینا بسیارشان میگه غریب بودن که بعد از اینجا که با رسول الله صلی الله علیه و آله اینا قدر غنی شدن، دولت اسلامی ساخته شد، کل ازیا راحت شدن، امکانات پیدا کردن، غنایم گرفتن، بسیار امتیازات. لکن با وجود از این اینا چی کردن؟ باز منافقت شروع کردن. فان یتوبوا، پس اگر اینا توبه بکنن، یکو خیر لهم، الله متعال بدیها را میگه، باز دروازه رحمت خدا و توبه خدا برشان باز میگذارن. باز میگه اگر اینا توبه کنن، یکو خیر لهم، یکو می باشد خیرن بهتر لهم برشان. و این یتولوا، اگر اینا روی گشتند، يعذبهم الله، باز اینا را تعذیب میکنه الله متعال عذابا الیما، عذاب بسیار درناک. چه وقت؟ فی الدنیا و الاخره، در دنیا اینا را تعذیب میکنن، کشته میشن، زخمی میشن، از بین میرن، مالشان از بین میره، زندگیشان از بین میره. و الاخرت، و در آخرت هم عذاب میبینن، در قبر عذاب میبینن، سختی ها را میبینن، در روز قیامت، در پیش حساب، در پیش میزان، در پل صراط، در کل ازی. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، باز نیم باشه از اینا در زمین نه کدام دوست و ولی دوست، ولا نصیر، و نه هم نصرت کننده. خب حال اینجا چی است؟ در سبب نزول آیت بعدی که مثلا این آیت شریف میگه، در اینجا الله متعال میگه و منهم من عاهد الله، و بعضی از اینا چی کردن؟ تعهد کردن با الله، لئن آتانا، اگر الله بر ما بدهد، من فضله، از فضلش، لنصدقن، باز ما تصدیق میکنیم، قرآن سنت دین خوب قبول میکنیم، ولنکونن من الصالحین، و ما از جمله صالحان میباشیم. اینجا یک کسی بوده که به نام چی نام داشت؟ در بشار نزول از که یک نفر ثعلبه بن حاطب نام داشت. ثعلبه بن حاطب انصاری آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله برای من دعا بکن، اگر من خوب مالدار شدم و امکانات پیدا کردم، باز چی میشم؟ باز ما دیگه انشاءالله بسیار خوب آدم میشم، خوب فلانی میشم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله برای دعا میکنه، یک وقتی که میره که مردکت در بغل کو میرن که به هزار رمه داره و امکانات داره و همه چیز جور کرده. وقتی که مسلمان ها میره، نماینده زکات میره که خب زکات مال بده، باز بعد از میگه اوه از ما شما آمدین جزیه میگیرید، جزیه میگیرین؟ نه. باز الله متعال میگه و من این آیت شریف باز نازل میشد که و من هم، و بعضی از اینا من کسایی هستن که عهد میکنن، پیمان میکنن و میگن که عهد الله، با کی عهد و پیمان میکنن؟ با الله و رسولش. لئن آتانا من فضله، اگر الله بر ما بده از فضلش، از مال و ایکپا، لنصدقن، ما حتما تصدیق میکنیم قرآن و سنت را، ولنکونن، و حتما میباشیم من الصالحین، از جمله صالحان. فلما، پس هنگامی که آتاهم، داده شد برایشان، من فضله، از فضایل الله که مال و ایکپا هست، بخیل و باز بخیلی کردن به آن، و تولوا، و رو گشتاندن، و هم در حالی که ایشان معرضون، اعراض کننده بودن از قرآن و سنت. فاعقبهم، عقبه چی معنی؟ عقبه یعنی در عقب یک کار
چی آمد؟ برشان چی داده شد؟ بر از این مردمان نفاقا، یک نفاق یا منافقت بود، فی قلوبهم، در دلهایشان، الی یوم، تا روزی که یلقونه، ملاقات کنند او را، بما اخلفوا، به سبب آنچه مخالفت کردند. با کی مخالفت کردند؟ الله، با الله مخالفت کردند. ما وعدوه، آنچه را که وعده نموده بودند، و بما کانوا، به سبب آنچه که اینا چی میکردند؟ یکذبون، دروغ میگفتند. علم یعلم، آیا نمیدانند امین منافقا، ان الله، یقینا که الله متعال، یعلم، میداند، سرهم، امور پوشیده ایشان را، و نجواهم، و امور سرگوشی و پت پت سخن گفتن و پس پسک کردنشان را. نجوا چی را میگن؟ هم یگان با شما در زبان فارسی میگیم سکون در نفرششان پت پت گپ میزنن، یا چی میکنن؟ سرگوشی میکنن. با لهجه پس پسک میگه کرد. این میگه الله متعال میگه اینمی سرگوشی و پت سخن گفتنشان هم الله میفهمه. و ان الله، و یقین داشته باشین که الله متعال علام الغیوب، بسیار عالم است به امور غیبی. دیگه از صفات منافقا چی است؟ میگه و مسلمان ها صفات منافقا را بشناسین و که شما به این صفات زشت، به این عادات زشت، به این بدی ها مبتلا نشین. از صفات منافقا چی هست؟ همیشه چی است؟ طعنه زدن است، همیشه کیانه گفتن است. ما شما انسان فلانی رو ببینی بسیار طعن میگه و بسیار کیانه میگه و بسیار متهمیشه در زبانش چی هستن؟ الذین، منافقان کسانی هستند، یلمیزون، که طعنه میزنن، المتطوعین، رضاکارانه. مثلا مسلمان ها وقتی که برشان گفته میشد که بیارین به خاطر دین الله بر جهاد فی سبیل الله پیسه کمک بکنین یا مال کمک بکنین، باز مثلا مسلمان ها پای پولدارش خوب مال زیاد میورد، او که غریب میبود به اندازه توانایی خود یک چیز میورد، باز منافقاش اشتباه بودن، او که زیاد میورد میگه فکر ریاکاری میکنه، این کارا رو میکنه. او دیگه چی میکنه؟ میگه او دیگه هیچ کس میگه او بخیلی کرده، این یک چیزا کرده، سر از اون رشخند میده، سر از اون رشخند میده. الله متعال میگه که صفت منافقا چی است؟ الذین، منافقا کسایی هستند که یلمیزون، طعنه میزنند، رشخندی میکنن و عیبجویی میکنن، المطوعین، مسلمان هایی که تطوع میکنن، بر رضایت خود یک کار را میکنن، یا چی است؟ من المؤمنین، از مؤمنان، فی الصدقات، در امور چی؟ صدقه ها. والذین، و کسانی که لا یجدون الا جهدهم، و کسان دیگه که نمیافن مگر جهدشان را، یعنی بیچاره زیاد زور ندارن، فقیر هستند، به اندازه توانایی خود میاره بیچاره یک چیز را، مقصد میگه این از طرف ما باشه، یعنی نمیافن مگر سعی و تلاشی که کردن کم است. دیگه چه؟ فیسخرون، باز اینا چی رو میکنن؟ این رشخندی رو شروع میکنن. فیسخرون، باز مسخرگی میکنن، منهم، از ایشان، سخر الله منهم، الله متعال اینا را مسخره میسازه به اون شکلی که به ذات جلال از الله شایسته هست. الله متعال هم امی قسم اینا را که اینا سر مؤمنا را توهین و تحقیر میکنن، الله متعال خود از اینا را ات عذاب مهین نصیب میکنن، ات توهین و تحقیرشان میکنن که هم در دنیا رسوا میشن هم در آخرت. کدام مردم ها؟ همین مردم ها که سر مسلمان ها اگر به خاطر دین یک روپیه کمکی سر از عمرش خند میزنن، اگر درس دین ندادی سر از عمرش خند میزنن. حتی مثلا بیشترش اصلا کنه والا یکی دیگه چیشه، همین استاد دایی که ببینیم یک چند تا شاگردکای بی سواد پیش از شیشتگی، چو بیچاره که درس یاد ندارن و خود ازیام خود استاد میگیره، هیچ چیز یاد نداره. آخر دیگر از ما که گفتم من بچه گفتم تو کدیم شاگردای من تو یک مصاحبه هر شاگردی که میخیزه که من لیسانس هستم، که من در طب هستم، که من در انجینیری هستم، که من در فلان فاکولته هستم، اما خردترینشان صرف 7 مکتب است. از خود از دیگه باساز یک روز یک آیت قرآن هم منافق میخوان در یک تلویزیون امریکا شیشته بود، قرآن هم میخوان، از ترس هم آیت قرآن هم نمیخوان. یک روز اجل گرفتگی که یک آیت خواند که خواند در یک آیت یک 6 تا غلطی خود داشت. من اونجا گفتم یک 20 تا از شاگردای خرد ما حافظه قرآن کس نه، گفتم یک 20 تا زیر بادم بیار قرائت از این مرز مشتوکایی که عروس در مدرسه الفبا رو میخونن، همین طفلکایی که در مدرسه از یاد خوبش میخونن، سر درس رشخند میزنن، سر قواعد رشخند میزنن، سر حدیث رشخند میزنن، سر قرآن رشخند میزنن، سر مجالس دینی رشخند میزنن، سر مسجد رشخند میزنن. اینا الله متعال میگه فیسخرون، پس اینا چی میکنن؟ مسخرگی میکنن، منهم، از این مؤمنا و مسلمانا، سخر الله منهم، الله متعال اینا را به استهزاء و به سخریه میگیره، توهینشان میکنن، تحقیرشان میکنن، عذاب مهین برشان میتن. ولهم عذاب، الله متعال میگه و برای از اینا الله آماده کرده عذابی که علیم، بسیار دردناک است. آل رسول الله صلی الله علیه و بسیار مهربان بود. رسول الله صلی الله علیه و آنقدر شخصیت مهربان
و با اخلاق و با قلب پاک بود که سبحان الله. وقتی که آدم بعضی اوقات هم تو میخونه اما تا ایران میمونه. دیروز یک چیز اما تو در جای یاد میکردیم، بچه رئیس منافقین چی کرد؟ رئیس منافقین یک خبیث بود به نام ابی ابن سلول. این خبیث آمد گفتن همین پیغمبر صلی الله علیه و آله کت کارد و کت شمشیر دمی قلبش نزن. میگفت نه در قلبش کت کارد نزن. گفت خواهی چی کنیم؟ گفت یک کارد ما جور کردیم که اگر از این کارد در قلب رسول الله صلی الله علیه و آله بزنی او چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله دیگه زنده می باشه، خو مثل که کشته باشیش. گفت چی هست؟ گفت زبانم است، زبان از رئیس من. گفت کتی زبان رسول الله صلی الله علیه و آله نیش میزن. چه قسم نیش میزن؟ گفت بخیزین در بین مردم سر ناموس رسول الله صلی الله علیه و آله تهمت بکنید و بگویید که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنان. الله در قرآن میگه و ازواجه امهاتهم، زنای پیغمبر مادرای صحابه و مادرای تابعین و مادرای تمام مسلمان است. سر مادر ما و شما که بی عایشه صدیقه رضی الله عنها سر از این خیستن تهمت زنا را کردن و با این شکل ایتانست که با این زبان خود قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم صدمه برسانند. آل اینمی کافر منافقی که رسول الله صلی الله علیه و میشناسه که رئیس منافقه است، بچه از این مسلمان میشه. بچه خود مسلمان است، پدرش که کافر هم باشه، کمونیست هم باشه، بیدین هم باشه، بازم برای دلسوزی داره. این میگه بچه میگه رسول الله امی چپن تخبتی. رسول الله چی میگه؟ امی کاکایم که است، امی پدر من مرده، امیر دمی جانش کنم میشه از عذاب نشه که چپن تو. مثل کال زگان اگه خودش بیدین است باز میگه تو برو دمی حج که رفتی باز کفن بگی او زمزم بزن. ایواز که عبادت کنه در شرکیات مبتلا است. من گفتم او برادری کفن تا که او زمزم بزنی، خب او زمزم خوب چیز است. خب ملائکه همین کفنک تا میگیره در اتاق میمونه، خوب زدن میتید باز از میگه بپوش. این فایده نمیکنه که ایمان نداشته باشی. ابو جهل تمام روز خدا کرد او زمزم غسل میکرد. در مکه ابو جهل بود نبود؟ کدام ابو بود اونجا بغیر از زمزم؟ فایده میکنه برش. قرآن که از دین که از شفا هست، رحمت است بر مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. او که مردم ایواد که توحید درس بده بر مردم میگه پاره میفتن، باز مردم میفتن خاک بخو، قبر بخو، خیره بخو، در شرکیات مبتلا، باز میامد میگه این یک کفن تنه. خب خلاصه این شخص می پیش رسول الله صلی الله علیه و آله بتی رسول الله صلی الله علیه و آله خدا بیا جنازه‌اش بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابی جوان خدا نمیخواد قلبش آزرده شه، خلاص است میره مغفرت برشان بخواد. برای کاکای خود میخواست مغفرت بخواد، از بسیار مهربانی. الله متعال بالاخره برای چیز کرد گفت استغفر لهم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب مغفرت بخوای برشان، او لا تستغفر لهم، یعنی اگر مغفرت برشان بخوای، او لا تستغفر لهم، یا مثلا مغفرت برشان نخوای. ان تستغفر لهم، اگر مغفرت بخوای برایشان 70 مرتا، 70 مرتبه. در زبان عربی 70 عدد مراد نیست، فکرتان باشه. وقتی که میگه 70 مرتبه به این معنا که ما و شما در فارسی میگیم برو دست آزاد از این تا لندن. این معنا رو نمیده که لندن آخرین کشور است در کره زمین. خب پیش که بری از دیگر کشورها هم از اون طرف منتهی به معنای چی میده؟ به معنای بسیار زیاد میده. الله و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگر 70 مرتبه، یعنی اگر میلیون ها مرتبه بر از اینا چی کنی؟ مغفرت بخوایی، لن یغفر الله لهم فلن یغفر الله لهم، پس هرگز، لن بسیار خطرناک است، فلن یغفر، لا یغفرو نگفت، فلن یغفر، هرگز نمی بخشد الله برشان، لهم برشان، ذالک به خاطر ازی که بانهم ذالک، امی جزا چرا بر از ایناست که حتی مغفرت دعای پیغمبر در شان از یا قبول نمیکنه. فکرتان باشه او مردم بسیاری کساس باز میگه والا در شرک مبتلا است، مثل وای مثال در منافقت مبتلا هست، باز میگه برو باز مرا پیغمبر شفاعت میکنه. الله میگه که ای پیغمبر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر 70 مرتبه، اگر 7 میلیون مرتبه، 70 میلیون مرتبه هم تو بر از این منافق تو مغفرت بخوای، بر از این مشرک که کاکایت است بر از این مغفرت بخوای، الله متعال لن یغفر الله لهم، الله بر از اینا مغفرت نمیکنه. خود بازی نتین، برو باز ما
بر ما شفاعت میکنه و برو باز مرا باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ما پیغمبر سم دوست دارم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود تو دوست داری؟ پیغمبر سم حق داره برای مشرک شفاعت بکنه؟ حق داره برای منافق شفاعت بکنه؟ الله متعال باز دیگه آیات می بیخی منش میکنه. حتی رسول الله صلی الله علیه و بیا جنازه پدرم ما بخوان، باز الله متعال آیت قرآن نازل کرد که نخوان جنازه از دیگه، نخوانید جنازه منافقین. یعنی مهربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کافر و منافق فایده نمیکنه، در صورتی که کافر باشه، منافق باشه، مشرک باشه، مرتد باشه، بیدین باشه، این قسم باشه. چرا این الله متعال سرشون غضبناک است که حتی دعای پیغمبر خدا در قسمت از یا قبول نمیکنه؟ زیگو دعای پیغمبر است، پیغمبر مغفرت میخواد. چرا الله متعال دعای پیغمبر خود در شان از یا قبول نمیکنه؟ ذالک الله متعال جوابش میگه بانهم ای غضب سر از اینا که دعای پیغمبر الله در شانشان قبول نمیکنه، به انهم به خاطر که اینمی مردم کفروا بالله و رسول، اینا کافر شدن به الله و رسولش. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و الله متعال هیچ وقت فاسقا را نمیبخشه.